سلام. آیا ما در پرنده ها سرماخوردگی داریم؟ آیا پرنده ها سرما میخورن؟ ببینید، پرنده ها سرما نمیخورن. سرماخوردگی در پرندگان یک لفظ غلطه. چرا ما اصلا میگیم پرنده هامون سرما میخورن؟ چرا این باور غلط وجود داره؟ دلیلش اینه که علائم و ظواهری که ما از پرنده میبینیم شبیه یک انسان سرماخورده است. یک موجودی که بیحاله، خسته است، چرت میزنه، سرشو میذاره تو بالش، پرشو پف کرده، انگار سردشه. ما تا این علائم رو میبینیم میگیم پرنده ما سرما خورده، ولی این کاملا اشتباهه. سرماخوردگی یک بیماری تنفسی در انسان، بیشتر با منشأ ویروسی و بیماری خودمحلول شونده است، یعنی خودش خوب میشه در اکثر مواقع. پس بیماری سرماخوردگی در انسان یا فلو، این بیماری به راحتی توی انسان خوب میشه. اما اگر ما این رو بخوایم تعمیم بدیم به پرنده خودمون، بخوایم بگیم پرنده ما هم سرما خورده، داریم یک باور غلط برای خودمون به وجود میاریم. آسیب این باور غلط چیه؟ اینه که ما به بیماری پرنده رسیدگی نمی کنیم چون انتظار داریم خوب بشه، ولی بیماری ها لزوما خودشون خوب نمیشن. توی پرندگان مخصوصا خودشون خوب نمیشن. سرماخوردگی در پرنده ما نداریم. ما اون ویروسی که در انسان ایجاد سرماخوردگی میکنه در پرنده نداریم. پرنده‌ای که میبینید بیحاله، میبینید چرت میزنه، میبینید سرشو کرده تو پر خودش، میبینید پرشو پف داده، این پرنده بیماره. اما پرنده مسموم شده باشه، علائمش همینه. پرنده دچار عفونتی شده باشه، علائمش همینه. پرنده دردی داشته باشه، علائمش همینه. این علائمی که براتون توصیف کردم علائم عمومی یک پرنده بیماره. همه این علائم در یک پرنده بیمار وجود داره. چه پرنده‌ای که پا رفته باشه، روش دمش کنده شده، روش درد داشته باشه، چه پرنده‌ای که مسموم کرده باشه خودشو، چه پرنده‌ای که درگیر عفونت تنفسی گوارشی باشه، همه یا مشکلات داخلی، مشکلات کبدی، کلیوی. علائمش اینه. علائمش پرنده‌ایه که پف میکنه، سرشو میکنه تو پر خودش و چرت میزنه و حواسش به ما نیست. پس هیچ وقت نگید پرنده من سرما خورده. ما سرماخوردگی در پرندگان نداریم. اطلاق لفظ سرماخوردگی به پرنده اشتباهه. و نکته دیگه، گاهی میبینم که داروهای درست میشه، حالا داروهای شرکت هایی که اینو درست نمیشه، شرکت های معتبری، یک سری افراد برای خودشون درست میکنن، بهش میگن داروی سرماخوردگی پرنده و ما انتظار داریم با دادن این دارو همه مشکلات حل بشه. واقعا این چه انتظاری؟ پرنده‌ای که مسموم شده باشه درمان خودشو داره. پرنده‌ای که عفونتی ایجاد شده باشه با توجه به اون نوع عفونت درمان خودشو داره. پرنده‌ای که مشکلات داخلی، مشکلات کبد و کلیه و اندام‌های دیگر داخلی داره، درمان خودشو داره. پس نرید پرنده فروشی، نرید پیش دکتر بگی پرندم سرما خورده دارو بده و انتظار بهبود با یک آنتی بیوتیک فقط رو نداشته باشین. باید پرندتون مشکلش کامل تشخیص داده بشود و بعد درمان رو برای پرندتون شروع بکنید. مواظب پرنده هاتون باشین و نگید پرنده من سرما خورده.